سیستان و بلوچستان ناامنه، مگه از جونت تیر شده که میخوای با زن و بچه‌ت اونم با دوچرخه به اون منطقه سفر کنی؟ اینا بخشی از حرفایی بود که مردم قبل از سفر به اون منطقه بهم میگفتن. البته این خاطره مال اولین سفرم به اون منطقه است و مال چندین سال پیشه. بعد از گشتن توی بازار و دیدن آدمای معروف و مشهور اون منطقه، رسیدیم به دریاچه صورتی یا همون دریاچه لیپار. انقدر مجذوب زیبایی‌های این دریاچه شدیم که گذر زمان یادمون رفت و وقتی هم که می‌خواستیم حرکت کنیم دیدیم پنچر کردیم که دیگه به شب خوردیم و ملی خانم هم جلوتر از ما داشت رکاب می‌زد و میرفت. ما دیدیم یه ماشین پیچید جلوش، ما هم با کلی ترس خودمون رو خیلی سریع رسوندیم بهش و بعد دیدیم از توی ماشین دو تا آقا پیاده شدن و بعد از حال و احوال و از کجا میید و کجا میرید ما رو دعوت کردن روستاشون. البته گفتن روستاشون کمی فرعی داره، برامون یه ماشین تهیه کردن و دو چرخه‌ها رو بار ماشین کردیم و این شد که اون شب دعوت خانواده بزرگ گرگیت شدیم. روستای بسیار زیبایی داشتن و مردم بسیار خونگرمی. کلی اون شب از ما پذیرایی کردن و شب رو ما اونجا خوابیدیم. صبح بیدار شدیم و زدیم به جاده. توی مسیر بچه‌ها رو دیدیم، بازی کردیم باشون و کوههای مریخی دیدیم و عکس گرفتیم. خلاصه رسیدیم به بریس. داداش احمد آقا توی بریس داشتن یه خونه بومگردی درست می‌کردن و ما رو زور دعوت کردن اونجا. از اون سال به بعد ما با هم رفیق شدیم و هنوزم با هم در تماسیم. اینم خاطره من از سیستان و بلوچستان. حتی